وزارت مدافع تاجیکستان روز 12 اپریل سال 2023 با نتیجه گیری 10 روز اول موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری خبر داد که از 1 اپریل تا امروز اجرای نقشه دعوت در کشور الکی به 40% برابر شده است. پلکانیک فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت مدافع گفت اولین شده الکی در روز اول دعوت بهاری یعنی 1 اپریل ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای نقشه‌اش خبر داد. به اطلاع او تا امروز اشهر نویای تابع مرکز جمهوری، نویه لخش، نورآباد، رشت، تاجک‌آباد و سنگوار و شهر وحدت، اشهر و نوایی ولایت ختلان، نویه وخش از اجرای نقشه دعوت بهاری گزارش دادند. پلکانیک محمد علیزاده گفت تا امروز نقشه دعوت بهاری در بدخشان 100%، در شهر و نویه‌های تابع مرکز 57%، در ولایت ختلان 34%، در شهر دوشنبه 30%، در ولایت سوخت 26% اجرا شده است. در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه 1 اپریل آغاز یافت و تا 31 مای دوام میکند. امسال شهروندان سالهای تولدشان 1996-2005 به خدمت حربی جلب کرده میشوند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. به خدمت حربی به مهلت 2 سال جوانان از 18 تا 27 ساله دعوت کرده می شوند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت از ابلاغ جریان می گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند.